أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشان تاکید میکند به شک تردید خداوند در جان مسلمانان یک مینت بزرگی را گذاشت. وقتی که از میانشان محمد صلی الله علیه و سلم به پیامبری برگزید، پیامبری که اینا را چیزایی را تعلیم داد که پیش نمیدانستند، اینا را از حرامهای باز داشت که سبب غضب پروردگار میشد، سبب هدایتشان شد، راهنماشان شد به سوی پروردگار. محمد صلی الله علیه و سلم بود که امروز وقتی که یک دهقان مسلمان یک کریگی بیزنسمن کلان را میبینه در نزد بودا سجده میکنه، به حالش میخنده که او هم یک هیکلی که خودش خچه شفاعت کرده نمیتونه، این چیه خودش که در پیش این سجده کنه؟ با خدا قسم اگر سعی تلاشی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیشد، این چیزی نیست که این را به عقل دانسته شود. شاید ما از اونها جاهلتر میبودیم. چند بود بشکست احمد در جهان تا که یارب گوی گشتن امتان. برای آنکه این امت با خدا آشنا شوند، الله بشناسند، راه حق بشناسند، حضرت صلی الله علیه و سلم با دست مبارک خودش فقط در داخل خانه کعبه 360 بت شکست است. در همین داخل خانه کعبه هر قبیله عرب بت‌های خودشون میموندن. از جمله یک بت بود به نام هبل که همین قریشی ها بسیار به همون محبت داشتن و اخلاص داشتن. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه فتح شد، اومد داخل خانه کعبه در اومد و حضرت با عصا همین 360 بت یک افتونده و شکست و نابود کرد. چند بود بشکست احمد در جهان تا که یارب گوی گشتن امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم پرستیدی چه اجدادت صنم. اگر سعی تلاش رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشد، شاید که ما و شما هم یک آتش پرست و بت پرست میموندیم. قدر دین از بهر آن نشناختی که از پدر میراث مفتش یافتی. چرا به قدر این دین بزرگ نمیرسیم؟ چرا هنوز که هنوز است قدر شناسیش نمیکنیم؟ برای اینکه مفت دست ما اومده است. الحمدلله ما و شما از پدر و مادر مسلمان تولد شدگی، قطعی مسلمان ها زندگی میکنیم، مفت اومدگی. برای این دین فهمیدن و دسترس کردن عذاب نکشیده. مرد میراثی چی داند قدر مال؟ رستم جان کند مجاد یافت زال. یک جوان ای سرش سله را میگیره و در سرش سله آمولی بود است. این سله به حد سله قیمت بها است. با فش سله پاپوشیوش توزه میکنه. یک شیخ میبینه اگه خونت بسوزه به عقل میگه که او سله 100 برابر پاپوشی تا قیمت داره، همون فشش ای پاپوشی تا قیمت ای تو نخو بگیری با سله آمولی پای افضال تا توزه کنی. این جوان میگه که همین سله از رحمتی پدر و میراث موندگی ای کوشو را با همین آبیلای کفی دستی خودم خریدگی. اینا ببین، کوشو را با آبیلای کفی دست که خریده است با قدرش میرسه. از سلایی که میراث مونده است با فشش پاپوشیش توزه میکنه. انا برای اون که با قدری خدمت های حضرت صلی الله علیه و سلم برسیم، من همین یک اپیزود حیات حضرت صلی الله علیه و سلم، همین هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به مدینه منوره، همین هم ان شاء الله اختصارا الحال میخواهم که در نص و قصه کنم. چرا؟ زیرا که قدری زرگر میدونه. با قدری پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی میرسه که حیات حضرت میشناسه، از احوال پیامبر آگاه است. در سال 2006 موسم حج راه بلد بودیم، در اتوبوس از مدینه مکه رفتیم. در یک سیدنی 2 نفر شتگیان است که میکرده قدها هر دوش قدا بدیم بود. یک نفرش همون بیرون نگاه دوره و گریسته است. این قداش گفت که قدا حاجی گفت چه در دوری ینگر ایود کردی چی بالا؟ گفت واقعی خانه آباد توی بیرون تماشا کن، این گرمی را ببین. ای شدت افتاب گرما سنگای طبیعی سوختیان سیاه شدیان.
اگر اهمیت داده باشه او وقتی که سفر میکنی از مکه به مدینه یا از مدینه خارج بشه دو منطقه است حرم میگن ورا همون سانگو به درجه سیاه شدگی هم که ایدور میبینی میگوی رمه گوسپندا خوب باشن ما اوکی در یک اتوبوس ملایم در سیده نشستگی کاندیسری رو کار میکنه رفته استیم به طاقت شده ایم که کی میرسیده باشیم او حضرت صلی الله علیه و سلم این همین راه به عذاب و مشقت در پشت شتر سوار و در همین بیشتری وقت در وقت گرمی تفسون که قبیله ها همه استراحت میکردن حرکت میکردن او چه خیلی گریه نکنم گفتم احسن خشا به حالت اینا ببینه همه را پرستوید کرده و او دیدش ریخته است او آدمی که ندونه تاریخ پیغمبر را ندونه او دیدش اگه جو میریزه بوم وری نگاه میکنم هیچی تاثیر نداره قدریزه را زرگر میدونه برادرای عزیز حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که امر کرد به هجرت گفت به مدینه منوره بره انصاری ها یعنی مردم اوس خزرج که اسلام قبول کرده بودن شما را همچه برادر قبول میکنن صحابه ها یک چند نفری و دو نفری و بعضش حتی تنها و قصد سفر کرده و به مدینه رفتن گرفتن حضرت ابوبکر صدیق یک چند مرتبه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد یا رسول الله اجازه است که برم هجرت کنم حضرت دوی میگفت یا ابوبکر صبر کن یا ابوبکر صبر کن این حضرت هم وقتی که صبر کش گفت دلش گرم شد که پیغمبر خدا صبر کن میگه شاید سفر من یه جویا باشه در حال میگه رفت ده شتر خرید آورد شترها را تربیه میکردن شترها را جو میدادن جداگونه خوراکشو جدا بود فربه میکرد که در راه مقصد عذاب نکشید حضرت صلی الله علیه و سلم یک روز ابوبکر صدیق گفت یک رهبلد لازم است ما باید راه چپ غلط کنیم که اگر به شرط در چنگال این مشرکا بغلطیم قتل مو میکنن شخصی بود از بنی لیث با نام عبدالله ابن اریقیط رهبلد بود منطقه را بسیار خوب میدونست ابوبکر صدیق رفت قتیش گپ زنان کرد یک مبلغی کلان را بروش وعده کرده شترو را در دست یمو آدم داد و قتیش مقصد که معین کردن که در فلان ساعت در زیر جبل ثور همونجا ما را منتظر میشه شبانه بعدم حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا ابوبکر آماده شو همیشه میبرویم از مکه میبرویم در دارالندوه مکه قریشی ها جمع اومدن و نقشه کشیدستیان که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه معامله کنند مردم همه مردم قریشی از رهبرای قریشن یک مسافتی بیگانه هم در سرش چادر کشیدگی آمد گفتن ای شیخ اینجا چی میکنی تو این دارالمشورت ما گفت من از مردم یمامه هستم از مردم نجد اجازت میده که من در این مجلس شما اشتراک کنم اگر به شرطی که فایده هم نرسونم ضرر تونم نمیرسونم خیلی گفتن مهمون ای کردارش نشه ایران اومد در یک گوشهک نشست یک شخص پیشنهاد کرد گفت بیای همین محمد صلی الله علیه و سلم بگیریم ای شهر پیشش کنیم توکلش به خدا گجای میروا بروا جان مو خلاص بشه که همین شیخ نجدی گفت این مصلحت بسیار غلطه زینهار این کارا نکنه که میبرویا تمام مردم عالم به سر تو میاره قورتونه میکنه فکر کردن گفتن درست میگن یک نفر دیگرش گفت که بیای حبس خانگیش میکنه دیگه نمیگذاریم که از خونش بیرون شود این شیخ باز صدا کرد از حبس خانگی چی فایده روز تا روز ساعت تا ساعت شماره مسلمان ها زیاد شده است شما گمان میکنه که این را یک عمر حبس خانگی کرده میتونه روز میشود که طرفداراشو در مکه از شما زیادتر میشوند میآیند آزادش میکنن شهر از دست تو میگیرن همین وقت ابو جهل لعین خدا لعنتش کنه خیز گفت که مصلحت من همین است که از هر یک بطن قریش 12 اولاد داشت 12 بطن داشت یک نفر شمشیرزن میگیریم 12 جوانی با قوت در راه محمد میبریم پنهان میکنیم وقتی که سحر برای خواندن نماز بامداد اومد هر کدام یک باره یک شمشیرش بزنن در اون صورت بنی هاشم زورش نمیرسه به همه ما افتدرف کنه دیه طلب میکنه خونبه هاش هم میتیم به همین جان خلاص میشه و 100 شتر خونبه ها میتیم خلاص میشه
همون شیخ بدبخت ایجاش خست گفت احسن آن همین مصلحت بهترین مصلحت است. نخست نوپدید چی؟ این بدبخت شیطان بود. با صورت یک شیخ نجدی اومد در سرش چادر کشیدگی برای مصلحت دادن. احسن گفت ابو جهل آن همین مصلحت بهترین مصلحت است. ای خوب نیست. از هر یک بطن یک تر انتخاب کردن در دست شمشیر گفتن در همین راه میسته سحر برای بامداد خواندن که اومد محمد صلی الله علیه و سلم یک بار ضربش بزنه پیش قفا نه اینا منتظر ایستاد یا حضرت هم جبرئیل علیه السلام از همه چیز آگاهش کرده است و گفت چه خیلی بین شما برو گفت آیه قرآن تلاوت کنه پرتو انشالله کور میکنه شو خداوند میگذاری میره. حضرت همین یک مشت خاک اول در جوش حضرت علی را خوابانید گفت در همینجا خواب که بچم ای هیچی نترس. از پگاه شروع امانت های مردم که در دستم بود برسان شد. زمانهای پیش بنگ نبود سیف نبود مردم یکان که سفری دور میکردن امانتاش نمیوردن در دست آدمای تمام میدادن. این حضرت آدمی راست قول راست کردار که بود همون حتی همون مشرکا میوردن امانتاش در دستش میموندن. گفت اما امانت را همه را که تقسیم کردی رسانیدی بعد تنها بیا یسری بیا. و خودش حضرت آمد یک مشت خاک گرفت آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خدای بزرگ جای میگه که ما از پیش روشون میگه حجاب میکشیم از پشتشون حجاب میکشیم بالا را دیگه نمیبینن کور میشوند. همون را خواند به همین خیلی کور شدن که نگاه دارن اگر بیدار هستن. حضرت ای بیشو گذشت و خبر رسیدن هر بار کلام میکشن میبینن که بیشتری پیامبر صلی الله علیه و سلم پر آدم خواد اولی میگن نخیست است. حضرت نزد ابوبکر صدیق آمده همراه ابوبکر صدیق از مدینه از مکه بر اومدن تا کوه ثور شاید که 8-10 کیلومتر مسافه است طی کردن شبانه حضرت گفت میبرویم مکه در همون غار ثور پنهان میشیم 3 شبانه روز تا آرام شدن وضعیت باید پنهان شویم. ابوبکر صدیق میگه گاه پیش میدوید گاه می استاد کفو میمون و حضرت گفت که یا صدیق چی در داری گاه پیش میره گاه میستی کفو میمونی. گفت یا رسول الله هر وقت همی در ذهنم میآید که یکی پیش در یگان جاندار نباشه که شما را زخم بزنه تلخم بکفه که آخه حضرت پیش رفته چه خیلی من کفو برم ولی همین سراسیمه ای شما میگذرم که یگان جاندار هم که باشه چیزی را باشه هر آسیبی که رسید به من رسد. اما وقتی پیشتر میرم و فکر میکنم که یک خدای نکرده این مشرکای بدبخت از قفا تعقیب کنن محبوب حضرت صلی الله علیه و سلم اسیر نگیرم برای همین قفا میستم. این محبت جاسپاری را ببینه. وقتی نزد غار اومدن حضرت گفت که یا رسول الله اندک صبر کن. خودش داخل غار در اومد حاجیای محترم دیدن غاری ثور در اومد میگه سوراخیو را کرتش در اون محکم کرد همه یک سوراخی دیگرش مونده بود کفی پوش در همون شکوفی هم مونده و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در اومد بسیار مونده شد همون کوه ثور را دیده قریب 5 کیلومتر میبره بسیار باز بینه باور کنه بعضی ملوخشون هم میتبرویند نه که خدا برکت بده مردم مسلمان ما را محبت که دوران میبینی کمپی و مسافدور هم زور میکنن میبرویند. حضرت بسیار مونده شدن بود همین در اومد سرش در بالای سانوی ابوبکر صدیق مانده خوابش بود. همین وقت حضرت ابوبکر چیزی نش زده در اون مار بوده است کشدم بوده است همین یک جاندار نش زد معلوم نیست چیه جانش تنگی کرد میگه اگر صدام بلند کنم حضرت بیدار میشوه همین اوبای دیدش ریخته است میگه و لباش هم میگزه و صداش بلند نمیکنه آبی دیدش اومد بریشش در رخساره پیغمبر صلی الله علیه و سلم چکی حضرت پرید خواه خیست نگاه کرد که گریه داره گفت یا ابوبکر چی گفت چی با گریه میکنی گفت یا رسول الله چیزی گزید پوما. حضرت پوش کشید که حقیقتا ورم کرده است بدندانش کند خون شد مکید توف کرده بعدا حضرت آبی دهنش قدی همون پورا شکیده گریفت بست به یالت پورا همه خیلی خدای تعالی همون لحظه شفاش داد تا همه جره حقیقت داره. بعد او قصه میکنن که
جای توف کردگی پیغمبر صلی الله علیه و سلام تماکو برآمده اینا یوش افسانه ای بچو ایش اصل نداره این تماکو را امریکا آوردگیان در این منطقه یگونجا تماکو نبود امریکا سال 1492 کشف شدگی تو همه ابتدای عصر 16 در عالم اسلام تماکو را هیچ کدامش در دنیا حتی کسی نمیدونست ولی ایش افسانه ای اما همه که حضرت ابوبکر صدیق زخم زد یا مار بود یا کشدم پیغمبر صلی الله علیه و سلام با همین دهان مبارکش همون را مکید گرفت توف کرد ایش حقیقت داره قصه کوتاه حضرت 3 روز همراه ابوبکر صدیق در غار بودن این قصه قرآنی است خداوند در قرآن عظیم شان امیر ذکر کرده است تا جایی که مشرکا اومدن همین زیر قدمشون گذاشتن ندیدنشون خداوند کورشون کرد یک کفترک به امر پروردگار اومد در دهن در غار تخم گذاشت یا تورتنک دیگه تور کشید پیش غار اومدن دیدن توری تورتنک و تخمک گفتن اینجا آدم نیست آدم که باشه این حیوانو هیچ وقت در اینجا تخم نمیمونن و مقصد تور نمیکشن خداوند کورشون کرد بره بعد 3 روز شبانه هردش پایان خمیدن که در پایان الکه عبدالله ابن اریقیط خودش در شتر سوار 2 شتری ابوبکر صدیق همراه شد و دختری ابوبکر صدیق اسما بنت ابوبکر همراه مالک ابن فحیره غلام آزاد شده حضرت ابوبکر صدیق که گوسپندا را میچران در هم پایان منتظرند حضرت اومد ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله این شتر برای شما را من آماده کردم حضرت گفت اگر به مبلغ بفروشی میگیرم نباشه ایتا خلیوه نمیگیرم حضرت گفت هر چی که دلتونه حضرت مقصد برای شما را من تربیتش کردم سوار شدن در شترها و همین نوع اگر خداحافظی کردن با مالک ابن فحیره و دختری حضرت ابوبکر صدیق که مالک ابن فحیره ناله کرد حضرت پرسید که چی گپ است گفت یا رسول الله من با همین مولام با ابوبکر عهد کردم که تو وقت زنده هستم ترکش نمیکنم اوی رفته است من موندم و حضرت گفت یا ابوبکر بگیرش همراهت بگی در پشت شتری حضرت ابوبکر سوار شد و 4 نفر حرکت کردند در 3 شتر در ابتدا طرف نجد رفتن برای راه گم زدن مردم طرف مقابل رفتن وقتی که یکم 20 کیلومتر رفتن عبدالله ابن اریقیط که راهنما بود راه طرف بحر گرفت بحر سرخ بحر احمر بعد به همون ساحل بحر آهسته آهسته با بیروها و جاهای نوآباد طرف مدینه منوره حرکت کردند در یک جا اومدن توشهشون تمام شد دیگه یکم خوراکان هم اون دست در دست شد یک خیمه را دیدن گفتن انشالله همینجا آدم زنده است یکم چی میوه میخوره میگه خیمه اومدن در اومدن که یک کمپیرک همینجا 6 دست در دستش دوک پشم رسیده است حضرت سلامش داد گفت مادر یکم چیزی خورده نداری سال قحطی و گشنگی بوده او بچه‌م به خدا خود من گشنم هیچی نیست شوهرم همین چند بز گوسپندکی که داشتیم مقصد که چراندنی برده استم من هیچی ندارم در کنجا که خیمه یک گوسپندک مداری ایجاش خسته ندارم تا در زمین خوابه حضرت گفت ای چی؟ او گفت ای جان نداره ای اگر جان میداشت پوده هایش میکردن چراندنیش میبردن ایروی بی مداری و بی جانیش در همین دوری خیمه مونده است شوهرم گفت اجازت میتونم میرم من یک بجوشم گفت این خاک داره این چی داره یک رمق ایجانش نداره این چی داره که ایرا میجوشی خیلی گفت یک بار اجازت هم بده خیلی مرحمت چی میدونه این کمپیری بیچاره این کمپیر امی معبد میگن در تاریخ کی میدونه در مقابلش کیه حضرت صلی الله علیه و سلم اومد سری گوسپند یک همین سیله کرد گوسپند پرید ایجاش خیست بعدا حضرت بسم الله گفته پیستوناش شکید قدرت پروردگار پیستونا پر شیر شدند گفت یگان ظرف نداری مادر یک طبق چوبی داشته گرفت جوشید گوسپند طبق پر شد اول ایمان دادن که من خودت بخواه سال قحطی بوده تا سیر شدنش زد بعد حضرت ابوبکر صدیق داد ابوبکر خورد حضرت عمر خورد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خورد یک بار دیگه با همون گوسپند جوشی طبق پر کرده گفت شوهر دالی ای چراندن مال که اومد بته یا شوهرت بخواه من گفت که شما کی هستی
گفت ما یک چند نفر از قریش حضرت اشکار نکرد که من کیم. گفت ما چند نفر از قریشی های خدا حافظی کردن برآمدن. بیگه روز ابو معبد شوهر کمپیرک اومد افگار شد است بیچاره. اومد ایدر در اومد که دیگه کرد گوسپند پریده گشته. گوسپند نیمجان یک طبق پری شیر. کمپیر گفت این شیر را کی داده؟ گفت همین چند نفر بدیم قریشی. همین آدمای نورانی در اومدن خیمه نورانی شد روشن شد. این همی سری گوسپند را دستمال کرد گرفت جوشیدش. یک طبق جوشید. اول خدمال خوردیم. اینم یک طبق دیگه پر کرد که این رقتی شوهر تناول میکنی. آب گفت کمپیر این من گمان میکنم که محمد عربی است. محمد صلی الله علیه و سلم. کدام سه رفتم چند ساعت چی؟ گفت خیلیش یک 4-5 ساعت پیشتر گذشتم. گفت در روشون نمیکنم. با خدا قسم گفت کمپیر اگر من میدیدم شون رئیسیه ختمو ای گوسپنده و بزوتمو دمشا میگرفتم دیگر رهانه میکردم. ایرا ببینید عجب خوشبختن آدمایی که همین یک لحظه و یک ساعته کم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک موضع یک واقع خوردیم. نامشو در تاریخ مانده است. اینا 1400 سال گذشته است. هنوز هم وقتی که صحبت میکنیم دلمون آب میخوره. ایمانا آب میخوره. حضرت صلی الله علیه و سلم در راه می اومد جای عبور کردن که قبیله های بنی مدلیج در آنجا پراکنده زندگی میکردند. سردار قبیله مدلیج یک پهلوان مشهور عرب با نام سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلیجی پهلوان بدستی شمشیرزن یک شهسوار. وقتی که قبیله عرب با هم جنگ میکردن می اومدن همین را پول میدادن که تو بیای طرف ما جنگ کن. این رنگ نیامنی با میرفته است در همین جنگ ها اشتراک میکرده است. بسیار شخصیتی مشهور است. این همه ارزو میکرد که یگانجا محمدی قریشی را به قپول در دست قریشی ها تسلیم کنم. برای شاه جایزه تعیین کرده بودند که کسی از مرده یا زنده محمد خبر میکنه 100 شتر سرخمو براش میده. این 100 شتر سرخمو اگه امروز دیگه نمیدونم لکسوسی 570 میشه و چند میشه و مال قیمت بهاترین عرب است. یا سحر یا جو ششتیان نانشته کرده استیان قطعی چند نفر از هم قبیله هاش که یک کس گفت که من 4 نفر را دیدم در 3 شتر سوار گمان میکنم که همیو گریزوی همو قریش هم. در کجا دیدی گفت در فلان جا. این انیخ کرد که همو هم نه که سیره بوی نداد. مقصد خودم تنها بگیرم ده هم جایزه را یکون کس شریک نکنم. نه گفت غلط میگو. اونا علاقه رسیدن. اونا با شنیدی من رسیدگی یا دیگه کسا هم یا را من میشناسم تا چی کسا را میگو. خودش میگه اوزاد را اومده کنیز فرمید که اسبا بگی اگر کسی پرسید گجو میبری بگو آتیه میبرم نزد چشمه که از دیه بیرونه همونجا اسبا نگه میدارم بیای من همه کی و خودش میگه لباس های جنگی را پوشیده اسد نیزه دروازه کو نیزه را دیده که عینیم زیادش چوبای سرش اوهانی و خاطر اون که مردم نفهمن همین نیزه های طرف اوهنش به زمین کشیده و فقط همون چوب بالا گرفت که خیال عصا کنن پشت دیوالا پنهانی همین مرد بیرون برآمد نزد اسبش اومد اسب سوار شده قمچین کرد همین قدر دیل شیخاتش پر است که همون 4 نفر هم میقپم که میبرم شاه جایزه را میگیرم پهلوان بود قطعا آدم مشهور بود همین میگه سر کرد خریبای بیگاه بود که چشم راست دید شد گفت ای چنگی من دیگه یو خلاص نمیشم همه شیطان اومده است که یک تیر پرتاب راه مونده بود نخست میگه اسب پیش پا خورد ای بالای اسب سراقه ابن مالک اومد در زمین زد پرید جوش خیست گفت هر چی هیچ کندی دستم اگر شرمنده میشید آدمی که در پشت اسب کلان شده یوخی ای اسب غلطید قدرتی ای تعجبش کرده است که چخیر من اسب غلطیدم با میگه سوار شده با هم قمچین اسب سر و سیما کرده است همین وقتی که علاقش صداش شنیده میشه حضرت ابوبکر صدیق قفا دیگه که سراقه را شناخت گفت یا رسول الله این بدبخت سراقه این با شکاری ما اومده گیای سر و سیما بشین همین وقت میگه
هر دو پای پیش اسب در همون زمین سنگی، همین زمین بین مکه و مدینه را دیده، او ریگ هم نیست، سنگی خالی بود. در همون بین همون سنگا دو پای پیش اسب میگه تا زانو در اومد. باز از بالای اسب اومد در ته زد، خیست همین کمی کنه اسب دیگه کشیده برآورده نمیتونه. چند سنگ یک طرفه کرد، سیلتاو کرد، یک پای اسب کشید برآورد که ای زمین یک دودی کبود برآمد. ترسید، او اینجا چی گپی هست؟ ندیده بود، همین کارا ندیده بود در حیاتش. بعد همین دور صدا کرد ای مردای خدا یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. حضرت ابوبکر صدیق میگه که خدا بزنه شیره که تیز حرکت کنه که این بدبخت یعنی نیتی شوم داره چی بالو که گفت به خدا قسم یگان کار تو نمیگیرم، من هم یک دهن گپ دارم، من سراقه ابن مالکم، التماس هم یه لحظه صبر کنه. بعد پای پیاده نست شد، اومد گفت محمدی پسر عبدالله در بین تو نه؟ حضرت گفت بله منم. گفت التماس همین یک کاغذک در بنویس که یک تومارک ده، اصلا همین تومار کاغذی که نوشتهش دیگه تومار میگن، یک تومار بنویس که در همین موضع در فلان تاریخ سراقه ابن مالک ابن جعشم به ما اومد رسید، برای ما همین کفایه ای، همین که بنویس در دستم بده پناه تو بخدا دیگه. و حضرت ابوبکر صدیق گفت که یا ابوبکر بنویس. ابوبکر صدیق نوشت. مقصد در همین موضع ما با سراقه ابن مالک وا خوردیم و پناه به خدا کردیم. بعد وقتی سراقه ابن مالک مکتوب گرفت، حضرت گفت که یا سراقه ولی زمان می شود که تاج کسرا را در سرت میمونند، لباساش می پوشانند، کمربند کسرا را در میانت می بندند، دست پونهاش در دستت میزنند. این نگاه کرد، کسرا پادشاهی فارس میگن. در دنیا در همون شب روز دو امپراتوری بزرگترین بود، از همه با قوترینش امپریای فارس بود، دویم امپریای روم، همیو با هم دیگر جنگ میکردن. ای گفت ایو را افتوزه دای چی بلو، امپریای فارس کجا و کسرا کجا و تاج کسرا کجا و من کجا، در فکرش گذشت. حضرت میگه وقتی که سالها از بین میگذره، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفته و عالم باقی رو آورد. زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق گذشت، در زمان خلافت حضرت عمر مسلمانان قشون یکچین فارسا را در قادسیه شکست دادند. بعدا پایتخت فارس، پایتخت ایران تیسفون اشغال کردند، شهر مدائین. عرب ها مدائینش میگفتن، همین خیلی کلان بود که شهرهاش میگفتن. مدینه یا شهرهای مدائین شهرها دیگه. این پادشاه همون وقتا کسرای فارس در همون شب و روزا یزدگرد سه بود، ای ترس جانش دیگه لباساش تاج همه را مونده، هم تا لباسای شوکاروکش قطعی پرید گریخ برفت. همه همیو در دست مسلمان ها غلطید. سعد ابن ابی وقاص سردار لشکر مسلمان ها گرفت، همش در یک صندوق انداخته به نزد حضرت عمر که خلیفه مسلمان های فرستاد. وقتی نزد حضرت عمر صندوق باز کردن، سخن پیغمبر که از ابوبکر شنیده بود به یاد آورد. گفت سراقه را کو پیدا کنه. آوردنش سراقه علاقه سین سالش کلان شد، از مصافحه چیده. حضرت گرفت تاج در سرش موند، جامعه کسرا را پوشاندش، کمربند بستش، دست پانه را در دستش کرد. گویا سراقه یاد داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون صحرای بی آب ترا گفته بود که روزی بشود که تاج کسرا را در سرت میمونند، دست پانه های کسرا را در دستات میبندند. تو خندیدی که اینا را افتاد زده است. اگه دیدی حقیقت حال محمدی صلی الله علیه و سلم، حقیقت معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه همه دیگه گریه شدند. این یک شمع بود از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. با چه خاطر گفتم؟ با خاطر اون که به قدر این مرد بزرگ برسیم، به قدر محنتاش برسیم. با خدا قسم تا زمانی که انسان قدر کسی یا چیزی را ندونه، قدر شناسی نمیکنه. قدر گل بلبل بداند،
қадри ҷавҳар ҷавҳарӣ. Рабӣ ҳазрати боязиди бастомӣ саиди тоифаи суфиё як мурид доштааст, муриди нобовар. ҳамин вақте дар бораи каромоти авлиё ки гап мерафтааст, ин дар дили шак доштааст. доштааст рӯшона сиёҳ мекунанд, ҳамин гапҳои беҳуда. мақсад ки намедонистааст, ҳамин авлиёуллоҳ уха қабул надоштааст. ин ҳазрат айкиҷо я бриллиант ёфта будааст, я бриллиант дошта, я алмос. Я рӯз дар дасташ мета, мега бачама мира бозор барку чанд нархиш мекунад, фақат нафурӯш, биги биёрш. ҳамин ҳар кадоми мо шуморо ози бозор биган, ё бозори шумотка дар зеҳнмон меояд, бозори кормон, ё бозори мевафурӯшӣ. ин бечорарам бозори мевафурӯшӣ гирифт бурдаш. дар 100 савдогар нишонаш дод, 10 растара гашт, 10 дирам нархиш кард. 10 дирамаш ба пули имрӯзаи мо $100 мешавад. омад гуфт ҳазрат нархи ин 10 дирам будааст. гуфт куҷош бурдӣ? гуфт бозор, мен бозори мевафурӯшӣ. ай худо ҷон тамас куна, ту ира бозори ҷавоҳирфурӯшӣ ба нишонаш дод ки охи бозори ҷавоҳирфурӯшӣ дар шаҳр дар фалон мавзеъ ай. гирифт омад ҳамин дукони якум даромад. ӯ ҷавоҳирфурӯш вақте нигаҳ кард бриллианта хишро, ҳамин оли ҳамин лупа аст ку лупа, ҳамин калон мекунад оптика. ҳамира бори аввал дар таърихи инсоният мусулмоно ихтироъ кардагианд. ҳамира медонед? як шахсе бо номи Заҳровӣ, табиби маъруф аст, ҳамин бори аввал дар таърих ҳамон чӣ кардагианд. мега лупа доштааст, нигаҳ кард ки ягон ҷо треши надора. ба гуфт ки 1000 дирҳамат метавон. 1000-1000-уш 1 миллион. ҳамин адади миллион аз Европа ба мо гузаштагиад. замонои пешда 999,999 ки мешид, я тайдга хуш мешид, ба мегуфтанд 1000, яъне 1 миллион. гуфт хай фаҳмидам, битем. ки гуфт 2 миллион. е бача, ин фурӯшӣ нестай. бите ай мардум ай 3 миллион маҷбур ай дасташ кашид ки хунобод ай пирмай, ман нархша фаҳмидани омадам, ира фурӯхтанӣ не. ҳамин мехост вақте ай дукон бубуроя, ҷавоҳирфурӯш гуфт ки бародар, агар мабодо фурӯхтанӣ шиде бегона накар, биёр, ай ҳамин гуфтагим чанд баробар зиёдтар метавад. ин дига ҳушаш сараш паридааст. хест омад гуфт ҳазрат, ман нафаҳмидам чӣ гапа. дар 100 тоҷир нишонаш додам, ай 10 дирам зиёд нархиш накардам. ҳамин як ҷавоҳирфурӯш кашталма гирифт, эстбес намекардам, 10 миллионуш мекард. ин ҳикматаш чи ай? гуфт ҳикматаш ҳамин ай ки علم بیچاره میوه فروشان نسبت بریلیان آنمی مثل علمی تاست نسبت اولیاء الله. و تو بلا را میدونی که در دلت با شک شبهایی که روشون سیاه میکنن. آنمی قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر رو علی. قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی میدونه که از حیاتش آگاه است، از مشقتاش آگاه است، از این نعمتی که برای ما و شما داده است آگاه است. یه روز در تلویزیون هندوستان نشان دادن، اما شهر بمبئی ولی ممبئی شده بود است. از روسیه نشان دادن، یک کانال روسیه بود. مردمی نصرانی، هندو، مردمی مسلمان از بالای گبرها، از بالای آتش پرستای همون ممبئی شکایت نوشتیم به شهرداری. این آتش پرستا زردشتی ها اینا مرده را گور نمیکنن، میگن ای خاک مقدس ای خاک حرام میکنن، علاوش نمیزنن، علاو مقدس ای حرام میشود. مرده را همین دخمه هاشون یک چیزی همین تا گیردای، یک بگیم یک دیواری گیردای در دوره و سقف نداره، بلوش کشوده ای میبرن در بالا یک تخت سنگ خوبش میکنن، خوش شلیش میکنن. یک روز دو روز که گذشت بو گرفت، بعد همین لوشخر، کلمرغ، کفتار و همین چیزی که از پرنده‌های لوشخر ای هر سه میآیند همون را چنگ زده و آهسته آهسته میخورن، نیستش میکنن. باید مرده دیگه که اومد جای او را خالی میکنن، ایشا میمونن. آخه در او شهر ممبئی هوا گرم و فکرم کرگسار هم سیر شد یا نوشگیرشون. این هندوها هم دیده که مرده هاشون علو میزنن. با هر کدومش قدرت نداره که با قدر کافی هزمی قاق بیاورد.
الو میزنن نیمش سوختگی نیمش هم تا یگلق میگیرن در آبی گنگ میپردارن حیوانو رو ما سرچ دیگه گوشت حیوان چند مدت استوده است همون مرده گبرها بو گرفته ای شدتی بو را میگه در همون منطقه زندگی کردن نمیشید در محله با شهرداری شکایت نوشتن که همیو را بگین یا مرده هاشون الو بزنن یا بگیرن در خاک گور کنن یا گوسن نابود کنن که او دیگه نفس کشیده نمیشه با اومده است از همون محبت شو اینترویو گرفته است همون ژورنالیست میگه که گورشون میکنه میگه نه میسوزونه نه هیچ کم میکنه یا شکایت کردن میگیرن میگه دینی ما همیه ای بخدا قسم یا افتخار تمامی وجود ما گرفت این مسلمان ها را ببینید این مرده اینقدر قدر داره بعضی آدم هم زنده بودنش بعدی مردنش قدرش زیاد میشه دست بو این مردم با زیارت میآیند ای بچه میشونش با آب گرم در با آدمایی که آگاه و باخبرن مرده مسلمان در سرای زانو شد در کفی کلچه زانو در قدمه و در کفای دست در پیشانی کافر میشکن بوی خش میکنه در کفن تازه نازنین میپیچوننش سر حرقن میکنن میگیرن میبرن مردم مسلمان خدا را التجا میکنن که خداوند نبی را ببخش کمبودی و نقصاناش را ببخش که بنده ایت با میبرن با یک عزت و آبرو بورش میکنن ای بچه بعد ما بنیکی یادش میکنن در حقش قرآن میکنن با خدا قسم وجود با یک فرح فرو گرفت با قدری همین دین نرسیم با خدا قسم کور میشیم از ما دیگه کور نمکتر کسی نیست خدا کنه که صحبت مصحبتی مؤثر باشه ایو صحبت های بی تأثیر نباشه خدا کنه که غیرت داشته باشیم خدا کنه که محبت داشته باشیم شکرانه نعمت پروردگار را کرده بتونیم خداوند در عوض این نعمت ها از ما و شما محنت طلب نکرده است نمیگه که هبره کلند کرد از ما و شما طلب میکنه که حرام نکن حق مردم نکن خیانت نکن دروغ نگو غیبت نکن ساعت نماز کشید بیا نماز پروردگار را بخوان در ماه شریف رمضان روزه ماه شریف رمضان را به جا بیار شرایط امکانیتت چید خانه خدا را برای زیارت کن خداوند مال و ثروتت که داده است زکات مال که فرض الله است انجام بده خدا کنه که شکر نعمت پروردگار را به جا بیاره پروردگار صحبت ما صحبت معاصر گردانه خداوند به دعوای بندگیت به دعوای امتی محمد صلی الله علیه و سلم به دعوای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مستقیم و استوار بودن برای ما نصیب روزی کرد پروردگار این مسجد زیبا را همیشه با نور ایمان نمازگزاران مزین منور پیش غار اومدن دیدن تاری تورتنک و